شده. امروز اومدیم با مود فکر کنم چیکن فارم. هیچ عقیده ای ندارم که قراره چجوری باشه، پس امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و ساب فراموش نشو. بریم سراغ. خب آقا، تخم مرغ میندازه همه بسیمونه. ما باید بیایم ازش رد. چه منطقی داره؟ الان بیا، من اومدم. 3 تا تخم مرغ داریم. اینا اینجا نوشته میایم اینجا میفروشیم، پول بهمون میده یا نه؟ آها، میایم اینجا میفروشیم، بعد اینجا پولش چه وضعشه. یه دونه دیگه بزنیم. به به بچه ها، این بازی هم خیلی چیه درصد رضایت بالایی داشتم نگاه میکردم، یعنی بالای 98%، 99% که رضایت داشتم این بازی. تخم رو جمع کنیم. بیا ای بابا. خب بریم بفروشیم. راست خب چه مریضی، همینجا پولشو بده دیگه. او تا اون پرشه بذار 88 این پول میگه یعنی لاش. خب ای بابا، یه دونه اضافه کنیم. اوه مرغک. آها، ما مثلا 2 تا مرغ لول 1 داشته باشیم، جمعش چیه ضرب در هم میکنه، میشه 2 لول 2. شبیه به همه. او $5 من فکرم. آره دیگه، درسته دیگه. نکن الان این تخم عادی هر کدوم 5 تا میارزه، یعنی حساب کن الان دیگه 10 تا. بده بده بده. همینجا بایستیم. نه بده بیا اینجا. این بغلیه چیه؟ 15 تا روبوکس. این یکی 119 حتی. اینو بده من. 10 تا چیکار میکنه؟ پول من چیکار کردی الان عزیز جان؟ الان چی شد؟ خود چی شد؟ ای من شوشیدیم تو این وضعیت. بیا پول ما رو بده. این چیه؟ خوبیچ برش کنیم. این چی این بالایی؟ هومی. پس یعنی فکر کنم یه جایی هم باید داشته باشه. خب الان موشک نه نیست. بیارم بگیر پول کن. بعد چی بگیریم؟ به هنوزم میتونه دوباره برشه. 2 با 2. به رفت بچه ها سطح اون بالا. الان دیگه پول پارو میکنیم. ای کاش زندگی واقعی هم میشد با تخم مرغ اینقدر سریع پولدار شد. بنازم بدید خیلی. بیا اینا رو پول کن. الان میام. یه دقیقه داریم. بره به لول 3. چجوری حساب میکنه؟ 25 تا. یا علی من خود 2-3 تا دونه بردارم. حاجی میتونیم روبلاکس خرج کنیم. 2K میده. نه 2K آره دیگه 2K میده. میتونیم خوب چیزایی بگیریم. 15 عشق حاجی نمیسر. چی با این وضعیت که من تمام شد که
حاجی هستید یه بارم یه ماینکرافت بریم یه سری سروایور اینا هم با بچه ها تکینه اگه نظرتون تو کامنت ها بگید. خب صفا باشه متاسفانه اینجا به بعد ویدیو رو مجبور شدم صداش رو قطع کنم به خاطر اینکه صدای گوشی رو فکر کردم پایینه و دیگه رپ بردم یه ذره صداش رو بالا دیدم داره واقعا گوش رو اذیت میکنه. برای همینم دیگه الان مجبور شدیم آف رکورد همینجوری باهاتون پشت صدا ضبط کنم و بذارم رو ویدیو. خب دیگه اینجا بعد دیگه شروع کنیم دیگه. خب آقا کجا بودیم؟ داشتیم سر این تابلوه داشتیم فکر میکنیم چیکار کنیم. اینو من تازه الان فهمیدم چیه این. مثلا ما تعداد تخمه که به اون یارو اینی آره به اون میدیم و تو این تابلو مثلا میزنه 100 تا دونه. بعد مثلا اون پولی که من دادم یه دفعه جلو تابلوه بود اونو مثلا میگه ثانیه چند تا هر چقدر پول بدیم بیشتر میکنه. مثلا 1 بدیم ثانیه 1 میشه یعنی 1 برای اون تخم مرغامونو پول میکنه یا دیگه از این چیزا دیگه. الان فعلا ما به این قسمت رسیدیم و خیلی دوست دارم یه پول خرج کنم برای ویدیو ولی خیلی دو دلم. حالا دیگه بریم سراغش ببینیم چه خبر. آقا پولو جمع کنیم که بعدش دقت کنید 24 شد 11 داره ما 10 تا یا 12 تا اینا داره کم میکنه. هر چقدر ما به اون یارو پول بدیم اونی که جلو تابلو هست بیشتر ثانیه بهمون پول میده تخم مرغمون میفروشه. خب یه دقیقه وایستی. خب تبدیل کنیم از این برم 300 تا پول. خب حله ببینیم چه خبر قراره بشه. بزن حله به این نازم و جلک الان داره فرهاجی من داره دستم میخوره به این بغلیه. خب بزنیم این چه خبرش 116 تا. خب آقا من یکم اینو سرعتشو زیاد میکنم برای شما که کارتون دیگه سخت نشه. داره برف میباره زیاد بین زمستون که میاد بین بودو بپوشون گردن تو هرچی میپوشی میاد بین دونه برف میریزه رو مجه ها تو این دلم میریزه دوتا این دورم و شمشک و بقیه بچه ها میگن که چرا شد کن دیگه بیا پینگ بزنیم و مرشیم و بنده و این بوسن کن دیگه هوا خیلی سردی افسلم بودو بغلم کن دیگه خب حاجی طبق چیزی که من داشتم دیدید یه لاکی بلاک به ما داد. زرد اول داشت میداد که من لول 5-6 رو گرفتم از توش در آوردم. یه نعره آبیه رو داده بهم که حدودا نزدیک به 21,000 تا میخواد پول که فکر کنم مجبور شیم پول خرج کنیم. فکر نکنم بتونیم به این راحتی ها پول در بیاریم 21,000 تا. حالا ببینیم چی میشه دیگه. شاید 56,000 تا رو بگیرم نمیدونم آجی. شما لایک میکنید من بگیرم نظرتونه بچه ها؟ من باید دوباره بریم یه نیم ساعت که زیاد یعنی نزدیک به 1 دقیقه چون ببین این کارو دارم مثلا میزنم تایمو جلو واسه خودتونه. من نمیخوام شما زیاد اذیت بشید سر تایم. برای همینم یه دقیقه نزدیکای 1 دقیقه میزنم ویدیو رو تایم سرعتی. اگه تونستم در بیارم که میگیریمش و نشونتون میدم نتونستم بعد خرج کنیم دیگه. آقا متاسفانه بعد هزینه کنم هر جوری حساب کردم نمیشه و علی یارت صفا باشه 15 تا روبلاکسمون هم رفت. خب دیگه جان مادر دیستی خوب بده تو رو قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آشغال ترین چیزی بود که میتونست بده، ولی حالا خوبه، برای ما خوبه. یه 43,000 تومن دیگه داریم. بزن چه خبره دیگه. بزن حاجی. میخوام یه قرعه کشی بذارم اگر هستید. حالا وایستا فعلا بریم جلوتر بهتون توضیح کامله. یه 100 تا اینو. آقا 100 تا قراره بود اینو بده، چرا نیست؟ خدا چه وضعش حاجی. پولمو 2 برابر بکنم، این یکی لاکی چیزارم باز کنم. آره دیگه بچه‌ها، علی این 12 تا رو فدا سرت. بزن فدا سر بچه‌ها. عالی پسر. بچه‌ها تو رو خدا لایک کن. حس خوب بده تو هم. آقا داشتم بهتون میگفتم ما قرعه کشی میخوایم بذاریم. خب تو این قرعه کشی کسایی که زیر این ویدیو کامنت بذارم و لایک این ویدیو 5 تا برسه، یه قرعه کشی میخوام بذارم که برای سر 40 تا رو باکسه. قراره چجوری انجام شه؟ این ویدیو به 5 تا لایک برسه، من ویدیو رو میذارم، شورت ویدیو رو میذارم. تو اون شورت ویدیو کسایی که منو ساب دارن زیر اون ویدیو تلگرام، آیدی تلگرامشونو یا اکانتشونو مینویسن برای من بهشون یا داخل بازی اد میدم یا تلگرام داشته باشن تو همون تلگرام باشون صحبت میکنم. حالا اگه خواستن میتونن بهم آیدی بدن، میتونن بهم رمز جیمیلشون رو بدن بزنم براشون، یا میتونن شماره کارت بدن. و بچه ها دیگه به لایک رو برسونید که داریم عشق کنید. حاجی ببخشید گشنمه، دارم غذا هم میزنم وسط ویدیو، معذرت میخوام، جا همتونم خالی. خب آقا جمع کنیم چه خبره دیگه بچه ها. و حتما این ویدیو رو 5 تا لایک برسونید که یه قرعه کشی خفم داشته باشیم بعد دیگه بریم این لاکی بلاکر هم باز کنیم و دیگه آخر ویدیو ایشالله. بده نزدیک به 30,000 تا تخم داریم، تخم مرغ. خب ببینیم چقدر، بعد بذارید چند تا دیگه بگیرم ببینم چقدر پول داریم. خب بیا فعلا جمع کنیم. خب بریم پولا رو جمع کنیم و بزنیم دیگه. خب الله 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 الله.